درس اول معنای کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله. قبل از اینکه ما این درس شروع کنیم چند یادآوری مهم براتان میگم. در دیار ما و شما مشهور در بین مردم 6 کلمه است و این تصور غلط آنقدر مشکل ایجاد کرده بود که زمان کسی وفات میکرد باز چون 6 کلمه را کسی یاد نداشت در نصف شب در اینطور زمستانا دروازه خیلی پر هیبت زده میشد که الا فلانی خانه بیدار کو که بیا فلانی میماره 6 کلمه را سرش بخونه. ما از کجا شکایت کنیم؟ این ملت ما چه قسم حالات تیر کرده، چه قسم تاریکی ها را سپری کرده، خیلی زیاد. در یاد خودی شماست گفتم در نظر مردم 6 کلمه است. اول کلمه طیبه، دوم کلمه شهادت، سوم کلمه چیست؟ تمجید، چهارم کلمه توحید. اینا کلمه حالان که کلمه یک کلمه است با 2 تعبیر است. یکی با کلمه لفظ با تعبیر لفظ شهادت، یکی بدون تعبیر لفظ شهادت. بدون تعبیر لفظ شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله است. با لفظ شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله است. یک کلمه است، 2 تعبیر داره، یکی با تعبیر لفظ شهادت و یکی بدون تعبیر لفظ شهادت. دیگه کلمات اضافه نیست. سوم کلمه که یا تمجید میگه و کلمه نیست و ذکر است. لا اله الا الله وحده لا شریک، کلمه توحید که میگه ذکر است، بهترین ذکر است که روزانه انسان باید این اذکار گفته بروه. پنجم کلمه استغفار میگه دعاست، است طلب بخشش از الله متعال است. ششم کلمه دعاست، براءت اعلان کردن از شرک است. یا اذکار است در حقیقت دعاهاست، اما در نظر مردم یار به نام کلمات یاد میشد. 6 کلمه. بله این خو میخواندن لیکن تنها حروف خالی از مفهوم و معنا و مقصد. دمی قدر مردم اگر از یکیش سوال میکردی که تو امیر میخوانی سوم کلمه تمجید سبحان الله والحمد لله، امی سبحان الله چی مانا؟ مردم ما نمیدانست، عالی هم نمیدانه، یقینا اکثریت نمیدانه. چرا برشان تدریس نشده، فهمانده نشده؟ نسبت پاکی از هر قسم عیب و نقصان به الله متعال کردن ایره تسبیح میگه و ما اقرار میکنیم که سبحان الله، الله از هر قسم عیب و نقصان چیست؟ ما پاکی بیان میکنم، با پاکی بیان کردن الله متعال که عیب نداره. از همون خاطر است هرگاه یک انسان یک چیز فراموش کنه، یک جای خطا شوه، یک گپی خطا بزنه، بعد چی بگه؟ سبحان الله. در نماز زمانی که امام در نماز سهو میشه، مثلا در قاعده اول نشست عین در درود تیر کرد، از کلمه از تشهد رفت، حالی دعاها را میخونه، در حالی که 2 رکعت باقی مونده، 1 رکعت باقی مونده، باید تو فتحه بدی. چه رقم فتحه بدی؟ سبحان الله. عوامی ما در مسجد الله اکبر میگه، اینه الله اکبر نیست. حتی بعضی علما میگه که اگر الله اکبر گفتی نمازت فاسد میشه. اینجا این فتحه توسط تسبیح میشه، سبحان الله. اشاره به این میشه که امام تو سهو کردی، الله سهو نمیکنه، او از عیب و نقصان ما برای او پاک است، اما موتونی. فرد امام دق میخوره که یک عیب پیدا شده، او کدام عیب است؟ میفهمه که والا رکعتا باقی است. اما با تاسف این مسائل به مردم واضح نشده، نمیفهمن، درک نمیکنه کل چیست، در حالی که کلمه یک کلمه است. از او خاطر اولین چیزی که اساسی ترین و مهمترین چیزی که در زندگی یک مؤمن است، او اینمی کلمه را فهمیدنش است، گفتنش است، فهمیدنش است، خبر دادنش است. وقتی که تعبیر به اشهدو میکنیم باز اونجا یک مفهوم اضافه میشه، در شهادت خبر دادن است، خبر دادن که بله من اینی را خبر میدم. اعتراف یکی، باور یا تصدیق در دل 2، سوم به دیگه کس هم خبر بده
که ما اینی چیزا گفته نیست. کلمه شهادت پایه و رکن دین اسلام است. پایه را حیثیت شما می دانیم. رکن در لغت عربی اینمی 4 کنج خانه را به نام رکن یاد میکنه. هر چیزی که یک شی از او جور شده باشه او را رکن یاد میکنه. این میز از این تخته، از این پایه، از این گپا جور شده، این را به نام رکن یاد میکنه. ارکان است. اگر یک تختش نباشه میز برش مردم نمیگه. اینمی قسم مثل که در امور حسی ما و شما ارکان داریم، یک چیزی که از او جور شده باشه، در امور معنوی هم رکن داریم. نماز رکن داره. اگر یک رکنش بمانه نماز نمیشه. قیام رکنی نماز است. یک آدم قصدا نمازی فرض نمیآید، اینجا به نشسته میخوانه، هیچ نوع عذری نداره، نمازش نمیشه. چرا؟ یک رکن نماز چی است؟ نیت رکن نماز است. کدام نیت؟ قصد و اراده کردن برای عبادت الله که تو نماز میخوانی و تو در قصهش نشدی، قصد نکردی، نماز نمیشه. این رکن است. عالی دین اسلام ایام بری خود رکن داره، خو لیکن بزرگترین و اساسی ترین رکنش کلمه است که با خواندن آن بنده در اسلام داخل میگردد. این کلمه را بخوری در دایره اسلام داخل شدی و کسی که به این کلمه گواهی و شهادت ندهد مسلمان شمرده نمی شود، او را قطعا مسلمان نمی. عالی این کلمه چقدر فضیلت داره اگر کسی بخونه؟ چقدر بخونه؟ حدیث متفق علیه است از بخاری و مسلم. عباده ابن صامت رضی الله عنه نقل میکنه و میفرما که قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه السلام فرمود: من شهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، کسی که شاهدی داد با این سخن که نیست لایق پرستش و بندگی بجز از الله متعال که یک و یگانه است و شریک برای او نیست، و ان محمدا عبده و رسوله، و شاهدی داد که یقینا محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله، مخلوق است، الله نیست، و رسول الله است، و ان عیسی روح الله، و شاهدی داد که عیسی علیه السلام هم چیست؟ روح از جانب الله است، صاحب روح است از جانب الله، و کلمته، با واسطه کلمه کن الله پیدا شده، یعنی اسباب ظاهری در پیدایش از او در کار نبود، پدر موجود نبود، الله پیدا کرد. القاها الی مریم، که پیش کرد الله او را برای مریم، و روح منه، صاحب روح از جانب الله متعال است، و شاهدی داد که والجنت حق و النار چیست؟ حق، جنت حق است، آتش حق است، ادخله الله الجنه، الله او را در جنت داخل میکنه، علا ما کان من العمل، بمو چیزی که از عمل داره، به کدام عملی که موجود است بمو عملش الله در جنت داخل میکنه. کدام عمل؟ عملی که به مقتضای اینمی کلمه انجام داده. در این حدیث پیغمبر علیه السلام اشاره به اهمیتی کلمه میکنه. اصل خاصیتی کلمه است که اگر موانع موجود نشوه این کلمه انسان فقط در جنت داخل میکنه. خود تنها کلمه نه، مقتضی داره، کلمه یک تقاضا داره. چی را داره؟ عمل. چرا که پیغمبر علیه السلام دخول جنت گفت که علا ما کان چیست؟ من العمل، عمل قطعش باشه. چرا که یکی از لوازم کلمه وقتی تو عقیده کردی که بجز از الله دیگه کس مستحق عبادت نیست، ما مکمل خود تسلیم به الله کرده، الله تو را امر به نماز هم کرده، الله تو را امر به روزه هم کرده، الله تو را امر به جهاد هم کرده، الله تو را امر به زکات و حج هم کرده، تو مکمل تسلیم میشی. این فضیلت از یک طرف در این حدیث فضیلت و اهمیت کلمه بر ما معلوم شد، از طرف دیگه مقتضیات کلمه خود به خود بر ما میآید. اینمی قسم حدیثات در مورد فضیلت کلمه به حد آمده که پرسان نکن. کسی که کلمه را بگوید، کسی کلمه را بگوید خلاص، کسی تعرض برش نمیتونه، مالش، خونش، نفسش همش مسئول میشه. خب مؤلف رحمه الله به خاطر ازی که ثابت بسازه که بله کلمه رکن اسلام است، استدلال از چی میکنه؟ از حدیث متفق علیه است از بخاری و مسلم. این معنا نداره که در دیگه کتابای حدیث نامده. خب کدام حدیثی که در بخاری مسلم آمد
گپ تکمیل شد دیگه، ضرورت به این نیست که دیگه جای بیایا یا نبیا. چرا که اصح ترین کتابا بعد از کتاب الله کتاب چیست؟ صحیح البخاری و کتاب صحیح مسلم است به نزد امت. در حدیث که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه میفرما پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمود بنی الاسلام علی خمس، بنا کرده شده اسلام به 5 چیز: شهادت الله اله الا الله، یکی شهید دادن به این گپ است که لا اله نیست معبودی بر حق، کسی که لیاقت پرستش و بندگی را داشته باشه الا الله، به جز از الله کسی دیگری نیست، و ان محمدا عبده و رسوله، و یقینا محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و رسول الله است، و اقام الصلاه، درست برپا کردن نماز، و ایتاء الزکات، دادن زکات، و حج البیت، و قصد کردن به سوی بیت الله یعنی زیارت بیت الله، و صوم رمضان، و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان است. پیغمبر علیه السلام در این حدیث تشبیه میده اسلام به امر یک خانه. چرا تشبیه میده؟ خانه انسان حفاظت میکنه از گرمی، سردی، دشمن. اصل محل سکون و آرامش تو اینمی خانه میباشه. میروی پس دم اینجا میایی. چرا که میلت، رغبتت، اطمینانت، آرامشت کلش در خانه است. پیغمبر علیه السلام به اینمی بیان خود برای ما و شما میفهمانه که اسلام حیثیت خانه را داره، بلکه به خاطر از اینکه در ذهن ما متصور شوه اسلام، وگرنه خانه کجا برابر شدن با اسلام. چرا؟ خانه ما را سردی و گرمی یک چند روزه و چند وقته نگاه میکنه. اسلام انسان از آتش جهنم نگاه میکنه، از او مصیبت ها نگاه میکنه. پس کی خانه برابری با امر اسلام کرده میتونه؟ خو خیر، به خاطر از اینکه در ذهن یک مسلمان حیثیت دین اسلام برش نمایان شوه و خب واضح بفهمه که اسلام چی است، چی فایده داره. میگه بنای اسلام به 5 چیز شده، یعنی مثل که خانه به 5 چیز بنا میشه: 4 دیوال است و 1 سقف است. اگر یک چیزی از این نباشه، سقف نباشه، مردم برش 4 دیواری میگه. اگر یک طرف شیلا باشه، مردم برش میگه برنده، کس برش خانه نمیگه. اینمی قسم اسلام است. باید این ارکان مکمل باشه. اول رکنی ازی که دیگه ارکان سرزی مرتب میشه. مثل که اینجا تا تهداب نباشه سقف انداخته نمیشه، دیوال زده نمیشه. اینمی قسم کلمه شهادت حیثیت اینمی تهداب داره که دیوالای دیگه هم سرش بنا میشه. از او خاطر اهمیت زیره برای ما بیان میکنه که کلمه شهادت چقدر اهمیت داره. اساس و پایه های اسلام بر 5 چیز استوار گردیده: گواهی دادن به این که هیچ معبود جز الله سزاوار عبادت نیست، و دیگر این که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله جل جلاله است، برپا داشتن نماز، پرداخت زکات، حج کردن خانه یک چیست؟ بگوی الله جل جلاله. در بین قوس گرفته برای کسی که توانایی مادی و جسمانی آن را داشته باشد، چرا که در حج استطاعت فرض است. کسایی که استطاعت داره، توانایی داره، استطاعت امیر میگه که از نگاه مالی هم توانمندی داشته باشی، از نگاه جسمی هم توانمندی داشته باشی که بری در اونجا، و روزه گرفتن ماه رمضان. پس اولین امر دینی مهمه که دانستن آن بر بنده واجب است، دانستن معنای درست کلمه شهادت و احکام و مسائل متعلق به آن است. ما باید تنهایی گپ کفایت نمیکنه که اگه انسان محضی در زبان خود برانه این چند کلمات و بگه که در اسلام داخل شدم، تا وقتی که مقصد و معنای کلمه را ندانه. مقصد و معنا را که ندانی مسلمان نیستی. این واضح گپ است. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت معاذ رضی الله عنه را به حیث دعوتگر و معلم به یمن فرستاد، با او چی کرد؟ فرمودند. یک استدلال از طریق حدیث شد که متفق علیه بود، ابن عمر رضی الله عنه روایت کرد که پیغمبر علیه السلام اسلام تشبیه به بنا داد. دوم حدیث، پیغمبر علیه السلام طرف یمن معاذ رضی الله عنه روان میکنه من حیث معلم که واره چیزی را تعلیم بده، دعوت بده. واره چی برش میگه؟ انک ستأتی قوما اهل کتاب. این حدیث اینقدر فواید داره که پرسان نکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اینطور نمیکنه برو طرف یمن،
نه اول او را تعلیم میده چه قسم دعوت خود آغاز بکنه، از کجا آغاز بکنه، با کدام شیوه آغاز بکنه. پیغمبر اسلام برش میگه تو میایی پیش اهل کتاب. برای دعوتگر مهمترین نکته ایست که مخاطب خود بشناسه که در کدام مستوا قرار داره. گپای ابتدایی را میفهمه یا نمیفهمه؟ یک آدم گپای ابتدایی را نمیفهمه، تو از چیز تا افلاک برش گپ زده رویست. بیچاره. یک آدم گپای ساده رو بسیط نمیفهمه، تو برش لغت پرانی کرده رویستی. نه، حالات مخاطب معلوم کن. از همون خاطر دعوت در هر حالت نمی باشه. در حالت می باشه که لااقل توجه مخاطب طرفی تو باشه و احساس بکنه که اینمی آدم غمخور است، اینی آدم سرمت دل می سوزانه. حالات مخاطب در نظر بگیره. پیغمبر علیه السلام به معاذ رضی الله عنه تعلیم میده تو میای پیش قومی که اهل کتاب است. او را مردم عوام فکر نکنی و صاحب کتاب هستند. رعایت علمشان بکنی، لحاظ علمشان داشته باشی. فاذا جئتهم، وقتی که آمدی برشان، فدعوهم. اول دعوت از کجا شروع میشه؟ یک آدم تالی را الله را نمیشناسه او تو مطالبه چیستا انفاق فی سبیل الله را بکنی از پیش. عجیب است. و معتقد به دین و آخرت نیست و تو میگی انفاق کن. انفاق چرا بکنه؟ توانی خدا میکنه؟ نه. اول توحید، اول دعوت به توحید کو، شهادته. بس اوقات ما دوستا را میگم که مردم افغانستان گله نکنی. یک تعداد مردم ما امروز بغل به بغل، شانه به شانه، دست به دست با امرای کفار است. معاونت میکنه، نصرت میکنه، خدمتشان میکنه. شما باور به الله بکنی اکثریتشان نمیدانه. ما میگیم بیا یک دفعه مسلمان کنی مردم، بعد از او گله کنی که چرا این کارا میکنی. مسلمان شو یک دفعه، اسلام خو بشناسه. تو لیو اسلام نشناخته. عجیب است. پیغمبر علیه السلام به معاذ رضی الله عنه میفرماید فدعهم الى ان یشهدوا الله اله الا الله. دعوت بده این مردمه به این سخن که شایدی بدن که نیست لایق عبادت به جز از کی؟ الله متعال. یا اهل کتاب است. چرا این گپا برش میزنه؟ بله اهل کتاب است، عقیده به الله داره اما توحید نپذیرفته. معلوم شد که اینجا فرق است. یکی عقیده بالای الله است که الله موجود است، الله رازق است، الله مالک است، الله تدبیر جهان میکنه، الله میمیرانه، الله زنده میکنه. این توحید ربوبیت میگه که مشرکین مکه به این قائل بودند و میفهمیدند. نزاع در اینجاست که وا الله را یک و یگانه نمیدانه. چرا یهود قائل به ابنیت عزیر علیه السلام نیست؟ و قالت الیهود عزیر ابن الله. عزیر قائل به ابن الله است، نازدانه الله میدانه، توحید قائل نیست و میگن مستحق یک چیزی تعظیم و نظر و نیاز عزیر علیه السلام هم است، قربانی و ذبح ایام است، در وقت مشکل برش آواز دادن ایام است. از او خاطر پیغمبر علیه السلام برش میگه که یا شاهدی بدن، یعنی عقیده توحید پیدا شود. و بعد از او ان محمد رسول الله. اهل کتاب چیزی را که نمیپذیرفتن رسالت کی بود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فانهم اطاعوا لذلك لك بذلك. اگر وا اطاعت کردن، پذیرفتن برای تو به اینمی سخنی که برش گفتی، فاخبرهم، تو علی خبر بده که ان الله چیسته قد فرض علیهم 5 صلوات، یقینا الله متعال سرشان فرض کرده 5 نمازه، فی کل یوم و لیلت، در هر شب و روز. یک تعداد مردم میگه کدام حدیث است که 5 وقت نماز است؟ 5 صلوات، حدیث متفق علیه است. بعد از او برشان بگو این حدیث چیسته؟ دور و دراز است. همینطور پیغمبر علیه السلام مرحله برش بیان کرده. خو اینجا منظور است که اولین دعوت میده کدام میده؟ کلمه شهادت، یعنی اعتراف به وحدانیت الله و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در ترجمه شما گفتم از او خاطر زیر آمدم. و در لفظ بخاری چنین فرمود فلیکن اول ما تدعوهم الیه عبادت الله عز وجل. باید باشه اول چیزی که تو برشان دعوت میدی به سوی امو چیز او چیست؟
عبادت الله متعال. مراد از عبادت و دعوت به سوی شهادت یک چیز است. معلوم شد که الله اله الا الله مراد از پیشش توحید چیز؟ عبادت، که عبادت خاص شود برای الله متعال. اینجا در روایت بخاری تشریح کلمه طیبه شد که لا اله الا الله چی معنی؟ یعنی نیست لایق پرستش و بندگی مستحق عبادت غیر از الله متعال. معنای لا اله الا الله برای ما واضح میشه. کلمه شهادت در حدیث جبریل علیه السلام نیز وارد شده. آن هنگامی که جبریل علیه السلام در مورد مراتب دین که عبارت از اسلام، ایمان و احسان است از رسول الله صلی الله علیه و پرسید. سپس رسول الله صلی الله علیه و به یارانشان فرمودند چی؟ این جبرئیل بود آمد تا امور دینتان را به شما بیاموزد. از این رو اولین امر مهم از امور دین که باید مسلمان آن را بداند حدیث جبریل علیه السلام، در حدیث جبریل علیه السلام بیان شده که اولین مرتبه آن اسلام و اولین رکن اسلام کلمه شهادت می باشد. حدیث جبریل مشهورترین حدیث است. اکثر محدثین در سر کتابا آورده و در اونجا جبریل امین به شکل یک آدم ناشناس آمده، در پیش روی پیغمبر علیه السلام زانو زده و بعد از او سوالات را کرده. اول سوال که کرد از اسلام، بعد از او از ایمان، پس از او از احسان، پس از او از قیامت کرده که پیغمبر اسلام برش گفته که چیسته؟ اما المسئول عنها باعلم من السائل. بعد از او از اماراتش سوال کرده. پس از او عمر رضی الله عنه که راوی حدیث است میگه که پیغمبر اسلام بعد از یک مدتی مرا گیر کرد و مرا گفت که شخص شناختی؟ انه جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. این جبریل بود آمد براتان به خاطر که دین شما را تعلیم بده. معلوم شد که مجموعه اسلام و ایمان و احسان دین میگه و اینمی مراتب است. اول انسان در اسلام داخل میشه، بعد از او در مرتبه ایمان میرسی، پس از او در احسان میرسی. این مراتب هم است و این مجموعه دین هم است که همی عرصه را به نام دین یاد میکنه. از همون خاطر است در وقتی که اول سوال از اسلام کرده، در اسلام اول رکن کلمه شهادت بوده. از همون خاطر مسلمان باید اول کلمه شهادت آشنا شوه، حقیقت از زیر درک کنه، معنا و مفهومش بدانه که انشاءالله آینده در درسای دیگه ای براتان توضیح میشه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک. أيا دارها حييت دارا ومن